ساندویچ 3 کیلویی کراکلفت و از اونجایی که من سیر نمیشم میخوایم اینو بخوریم. سلام بچه‌ها، احمدداد اومد با ساندویچ 3 کیلویی. به نام خدا. ژامبون تنوری میذاری روش، یه تیکه همبرگر، یه تیکه هم کراکلفت، سس قرمزم میزنی، یه ترکیبی پر رو. بچه ها ببینید کی برگشته. داداشم این چند روزه نبود، رفته بود زن بگیره. معرفی میکنم، زن داداشم. به به، پیوندتان مبارک. بریم که زن داداش رو بخوریم. خدایی زن داداش خیلی خوشمزه تر بود. داداش ناراحت نشی ها، کراکلفت رو ور میداریم. اینجا جا داره بگم اکسم خونگی. دوغو با دبه خوردی، احمدداد میخوره یاد میگیری. چون من دیگه از فردا دوباره میخوام رژیم بگیرم، باید کم بخوریم. بچه ها اینم از تست ساندویچ 3 کیلویی. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، فعلا خداحافظ.